میدونستی تو کمتر از 10 دقیقه میتونی یه اسنک سالم و لذیذ درست کنی؟ با من همراه باش تا این ترکیب فوق‌العاده و انرژیزا رو بهت معرفی کنم. سلام دوستان، امیدوارم عالی باشین. 100 گرم بادام زمینی رو حدود 3-4 دقیقه حرارت میدیم و کنار میذاریم. 150 گرم اوتمیل رو هم 3-4 دقیقه حرارت میدیم و کنار میذاریم. حالا 200 گرم خرما رو هسته‌گیری میکنیم. مثل این که داریم از دلشون یه راز بیرون میاریم. این میان وعده میتونه یه پروتئین بار برای ورزشکارها و یه عصرونه عالی برای کودکان، سالمندان و حتی دیابتی ها باشه. حالا همه مواد رو با عشق و مهربانی توی میکسر میریزیم و بهش یه پینچ نمک اضافه میکنیم. وقتی اینا با هم میکس میشن یه دوستی تازه شکل میگیره. طعم‌ها با هم حرف میزنن. اگه الان لبخند زدی بدون که این رسیپی داره کار خودش رو درست انجام میده. برای خوش طعم‌تر شدن کمی شکلات تلخ روی بخار کتری ذوب میکنیم. حالا از مواد به اندازه 1 گردو بر میداریم و به شکل دلخواه در میاریم. چون مایع کاملا منسجمه خیلی راحت میتونید بهش شکل بدید. اگه تا اینجا رو دوست داشتین خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسین. حالا دونه دونه توی شکلات ذوب شده فرو میبریم و روی کاغذ روغنی میذاریم. ببینید چقدر خوشگل شدن؟ اگه دوست داشتین شکلاتش بیشتر باشه کامل روشون رو با شکلات بپوشونید. حدود 1 ساعت در یخچال میذاریم. امیدوارم این میان وعده بسیار راحت و خوشمزه رو درست کنید و با خانواده نوش جان کنید. یادتون نره آشپزی فقط پختن نیست. یه جور مراقبته. از خودتون، از عزیزاتون، از لحظه ها. شاد و سالم و مهربون باشین.